سلام دودولیا، خیلی خوش اومدین به بازی. اسم بازی چی بود؟ پارانوی پلیس. امیدوارم که لذت ببرید از ویدیو با حضور بنده حقیر. آره همین دیگه. با خوب ساب بود، خوب ویدیو بود خودم اینترو عالی نوشتن. عالی. میکروفونمون اینجا الان اتاق تو بازی چیزمون اوکیه الان. کجاییم حاجی اصلا ما؟ من نمیدونم استارتش کجا هست، فکر کنم اینجا. اوه شیت، بینو ببین. اینو گفته فشار بده بذار اینجا. دیگه. پای نداری؟ اوه در بسته شد. من بستم. قطعش کردی یا قطع شد؟ خب اگه وای چت شد. ازش یارو اوه درو چرا باز کرد؟ من بازی کردم. نه باز بابا آخه. چیروم مردم. واسه زر نزن تو جعبه هماجی. من هردنه. کجا هم بازی؟ من تو جهنمم. آره دیدم چی. یه دیدی منو؟ چجوری میبینی؟ او بالا از پشت سرم رو دیوار میبینم، دیدم. تو رو دارم میبینم یعنی چی؟ بالا سرم. واقعا از جهنمی؟ آره از جهنمم، بالا سرم تو آسمون داره گیم پلی تا پخش میشه. تلاش اول با سلامی موفقیت دوباره کامل دوستان. انجام نشد و خب ببین بذار قبل اینکه اون قسمت دکمه نبوده. مزخرف رو دوباره چیز کنیم. اینجا فیلم بود قبل اینکه یارو مهیار یه بیاد، دقیقه اونو الان نیست. روشنش کن. بیا. کار نمی‌کنی. بابا برو اونو بزن، اون اوه. دکمه بچه دکمه رو. سفیدی برو من ببینم. کدوم دکمه؟ اون دکمه اونجا که تو قایم شو کونه ما بذاره دیگه. اینا چیه بسکه. خب الان چیکار باید بکنیم؟ الان اصلا لازم نیست دکمه رو بزنی آجی، خب اه که یارو بیاد. خب آره. فقط الان باید کنترل پیدا کنی. ریموت باید کنترل پیدا کنی. کنترل آره کنترل کنترل تلویزیون. تلویزیون اوکی. آره. خب بعد همین جاها باشه دیگه. ببین پرس لفت کنترل تو کار. اه احمقی. اسکار راه جدید. صداش داره میاد آجی. حاجی فهمیدم اونو باید بزنی یارو بیاد اونوری، ما اینور در بریم. شیر تو فهمیدی؟ منطقت. برو اونور ببینم، برو تو ببینم. کو یارو؟ یارو نمیبینم. اصلا یارو نیست، بیا. او در لین داره مخفی آجی. حاجی، در مخفی. بویلر شاپ، بویلر روم. بویلر رومه. یارو اینا ها احمق. کو اینا هاشش بیا. این قیافش ببین. اینه؟ آره دیگه. صدای این داره میاد که هیچ گاهی نبود. نمیتونه بخوره. نیاد و سر صدا کرد دیگه، الان اون یکی میاد خونمون میذاره. خب بره اونور، ما کاری با اون نداریم. بگرد دنبال ریموت. درارم ریموت. باز بذار. او اینجا هم داره. اینا آلارمشونه. نرو دیگه جلوش نرو. چقدر خوفه اینجا آجی. چی باید به ریموت کنترل خود اینجا خیلی هم بزرگه. شد. بیا سیم اوه خاردار چین، شیت آجی ریدم. دستگاه چین پیدا کردم. اینا با تباچی وا میشه گزینا. الان یه من دقیقه. صدا پا دارم. خاموش کن چرا. ما رو میبینه فکر میکنی؟ اومد نمیدونم بشین. آی منو دید. بیا برو. من میرم توی کمد نداریم اینجا. اوه اینا باز نمیشن؟ دنبال توی یارو. حاجی اون تپ وایستاده نمیبینه، کوره. بشین. بشین. کوره. صدا نیاد. بدو اومد بدو پاسا. بدو شیت بدو بدو. نمیتونم بودم تموم شد. استامیلام تموم شد. آجی تو برو سرشو گرم کن من پر کنم بیا. آی من برگشتم اتاق یک. وای داره میاد بیا خب ببن. جامون امن احساس میکنم و من یه چیزی من پیدا کردم خب که سیمچین پیدا کردم و نمیدونم به چه دردی میخوره. این کاغذه چی بود؟ If you enter the wrong چی میگه؟ میگه اگه رفتی تو این یارو
اینو دوباره خاموشش کنید. بابا میگه کامبینیشن اگه اشتباه بزنی کونت پاره است. سویچ بیاریم تی وی میتونیم بریم کنترلر. اینجا. و شاید تی وی کنترلر همینجا باشه. فکر نکنم توی اون جای به اون گندگی یه دونه ریموت کنترل قایم کرده باشن. بریم. اینجا ایستی داره برق میزنه. شم مشهدی نداریم اینجا. جعبه رو واکن. یک لاک میخواد بیا. ای بابا. چیز داری؟ اون دست با اون چیز واکن. آره چیزی باید امتحانش کنم. فقط بلد نیستم دستم بگی. حاجی کیو این بزن. رینبو سیکسه. آره 1 و 2 رو یه چیو بزن. سیمشینه رو الان گم کردی نه؟ نه دستم. اوی پارسا بشین پارسا بیا اینجا دوتا کام باز نمیشه. اومد توالت ها پستم درو. باز کرد. باز کرد من مردم. وای چجوری برات دارم؟ چجوری یعنی کجا میبینی منو الان؟ آیکونتو میبینم. آها خب ببینم چه میکنی. حاجی من فرار کردم مثل سگ. من رفتم توی جایی که قایم میشن. فکر کردم مثل بکروم یارو نمیتونه در رو وا کنه. وایساد جلو در رو وا کرد. بابا بالا چیه همینجا توی این کموده. تلاشمو میکنم یه کوچه نگو. با چراغ برو هیچی معلوم نی. بابا چیز داره باتری داره. باتری داری دیگه. همونش گوی بخورم. پیدا میکنیم. مگه موزه؟ نه باتریه. پورشه؟ نه حاجی طبقه بالا بودی خب الان صبر کن. سه طبقه. من کارو جمع میکنم. این ببین چونمون پاره است این بازی. ریدم. دایم. ای دیوس گرفت. الان میای اینجا یعنی چه قیافه تخمی داره. ریدی. فرنچ کیسی بود. حاجی ما تبدیل شدیم به آلارم. وای راست میگی. قبول دارم. خب من هی فکر میکنم این جلو آینه است یا اسپام میشم میام جلو. اومدم. گوشی. بیا چه مثلث نوشته 4. حاجی ببین با تو هم از رو اینا رد نشو. جا مثلث نوشته 4. اوکی یاد نگه دار. از رو اینا رد نشو. باشه میشنم دیگه. حاجی جای پامون قرصه یا بیا ریموت پیدا کردم. برو بریم بابا. برو بریم. ریموت پشمو. این سولاخه رو بیا ببین. منم تشکیل. حاجی صدا داره میاد. وای اونجا بود؟ چی بود حاجی؟ بس پیک میدم الان وایسا. خبری نی. صدام اومد پارسا خایه کردم حاجی بیا ول کن. بریم پایین. داره میاد یارو. بیا وای جا بسته است. بازه وای منو گرفت. پارسا دهنت سرویس. پارسا منو کرد. چی میخنده دیگه. ببین الان منو میبینی. حتی میشنوی منو نگاه. دیدم. این هلپ بزنی خب میتونم بیام کمکت دیگه. منو کرد تو اتاق. آره ساکت باش شده. منو برد جای اول. الان هر تو اتاقی که تلویزیون هست. خب ببین الان من میتونم این عکس‌ها رو عوض کنم. خب مثلث رو میذارم رو 4. خب ببین الان ما اینجا 99 حالت داریم. الان بعد بیام تو رو نجات بدم. ببین من داد بزنم نمیتونی. چرا ببین یه داد بزن. خب طبقه دومی. کسخل شد آجی. باش. اوه شت. کامera. سلامی دوباره. کامera رو بردار. نه نمیدونم عکس میگیره مثل اینکه. نیست. ببین بیا بریم عکسای دیگه رو پیدا کنیم. بیا عکس گرفتی از یارو؟ آره. خب الان میاد پارمون میکنه. من نمیبینم. برای همیشه کور نمیشه. مرد یارو. یعنی چی مرد؟ اوه شت. به قرآن مرد. چیه؟
انه از این ور در اومد پرسم داره پرسم یا خورش چکار بیدم او باتری اینجاست دست بی چیزه بیا صندوق پیدا منو دید گو خوردی بگیر بابا بگیر نداره باتری رفت خیلی بیشرفی باتری نداره خب چه گویی بخورم باتری پس واسه این بوده نه واسه با تو هم منو میبین آخ 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 بگاه رفتم سرعت گیره نباید رو اینا بریم اینا وایر رینبو سیکسه ای خیلی من در اومد آلارم شدیم هورا آره شدیم داداش بریم بیا نه یکی مونده آخری بود مثلث اینجاست مثلث 5 آجی عوض شده وای خدایا مثلث 5 خودشم اینجاست ببین 3 طبقه است 3 شکله ممکنه تو هر طبقه یه شکل باشه نظرت با اون نظرمه فکر کنم من کاراکترم خود به خود گفت اوور هیر چشم یک چشم یک چشم یک چشم یک مثلث 5 کامرا رو دارم اوی کنترل نداریم خب آی رفتم رو شیشه من برم پایین رو یه بار دیگه نگاه کنم تا بالا رو بچرخ یه چیز خاصی نیست آی رفتم تو رو شوشه من رفتم وایسا یارو بیدار شد تا وقتی منو نبینه آلارم نمیزنه وایسا چراغش خاموش شد میرم خاموشم نمیشه متاسفانه و راه خروج منم بیا ازش عکس پیش من آجی پیش من در من اوه اینجا هیچی نداره که با گرفت منو گرفت ببین من فعلا منتظرم دوربین داشتم چرا کورش نکردم دارم رفت این یارو دیگه خاموش بشون نیست باشه میام برات بایستا خب من یارو رو رد کردم بالا بود اوناره خب منو چه جام پسکری زد بهم برداشت 4 ای بابا هیچ کدوم نیستش که چشم 4 دوباره اینا بیا اینجا نگاه کجاست اینا چشم 1 بود سری پیش وای وای منو گرفت بابا دهنت سرویس بیا بیرون مرسی ببین اینجا یه دونه بریم بالا اوی قایم شو باشه ببین اینجا موتور خیلی کمتم یارو رفت ولی تو اتاق حواست باشه سریع بپیش طبقه بالا این طبقه پایینه بالایی تو؟ آره دارم میرم بالا حاجی من اینجا پیدا کردم شیر فلکه به درد میخوره اون طبقه پایینه تو همون اتاقیه که ازش چیزی پیدا کردی یه جایی بخار میزنه بخاره رو میبندی رد میشه منو دید فایت تایم بزن بیام من باشو بسخور یالله خب یه باتری خب ببین دره که قفل بود پایین من یه شیرفلکه گشتم یه جا بخار میزد نمیشد رد شد شیرفلکه رو گشتم بستم بخاره رو تا نصفه یارو منو گرفت بیا دره رو پیدا کرد بیا یارو هم ما رو پیدا کرد خب باک منم دید منو گرفته
برش کنم. داد نزن وایسا. همینجا هم پایینی. وای دیدم اینجا جا نداره. دیدت حاجی این چیه؟ شیر فلکه رو پیدا کردم. من فیلم دیگه. هیروشیما. بیا این چشمم چش هفته. مثلا سیف. چرا این دوتا هست؟ یارو داره میاد حاجی. بگاه رفتیم. بیا تو. حالا که نیومد. شیر فلکه رو پیدا بیا از این عکس بگیرم رد چیم حاجی. بذار باتریو بردارم ریلود کنم یه دقیقه. بیا کور شد. برای چی یا آلارما کور میکنی؟ خب خود یارو کور میکنی. رد چیم این جهنم. قفل سیمچین میخوایم. زیر زمین داشت یا نه اونجا که تو مرده بودی طبقه پایین بود. بریم پایین. اونجا هم 100% ایسی هست. بیا یه دونه در از سیمچین میخواد. باید از اون تو بریم کلید برداریم. در مخفی بود. سیمچین رو برداریم بریم اون در رو واکنیم. اونجا ببین کلید هست. اینجا اگه مثل همون دفعه قبل باشه آلارم. آیا بیا کورش کن. نمیخواد کورش کنی. خب میفهمه اینجا. کوره. بیا سیمچین رو پیدا کردم. خب وایسا. بیا سیمچین رو تو بردار. من اینو نیازش دارم. او اینجا چیز پیدا کردم. راه پیدا کردم. یه دقیقه بیا. یارو کشید بیرون. کجایی حاجی؟ وایسا من همین پایین. بدو پشتمونه پاس قایم شد. خب وایسا گیرش هم بود. یه دقیقه با من بیا سری با من بیا. اومد بیا. فرار کن. من قایم شد. قایم باشه. یه دونه سوراخ هست باید یه چیزی روشه. اونو باید ببین میگم دوربینه فقط کلیک چپه. آره خاک. باید ایم بگیری بزنی حاجی. ایم باید بگیرم. ببین من باید برگردم پیش تو. وایسا اگه این عوضی نباشه داریم خوب پیش میریم. شیری فلک کردم. پیشم برای کن. شیر فلکه رو بذار من پیدا کنم جاشو. گرفته؟ گورش این احمقا دور زدم حاجی. گرفته الان؟ آره بیا منو بردار. کجایی؟ خب خوبه همین جایی. بیا برگردیم همونجا. کجا بود راهی که میگفتی؟ چیزه حاجی چیز خاصی نبوده. فقط سوراخ هولش میدی از روش حاجی. نه اونجایی که من میگم ببین یه همچین جایی. آها اینا. بیا اینجا. از اون یاری رد نشه. کجایی؟ اینا شد. ببین اینا ها نگاه کن. میدونم آره دیدم اینو. این فلکه باید پیدا کنیم میگه اونو گم دستم اسکل. بیا او یارو پشته بودو دهنت سرویس. باش میرفتم بابا. منو دید. چی تو دیوار تلپورت کرد. آی بیا دستم بزنیم نشد خونه نبداشت. نه من میترسم دیگه. آفا خیلی سخته. نمیخوای بیای؟ نه بابا خسته شدم دیگه. مغزم کار نمیکنه. تو ببین چقدر دوباره با ریموت منو پیدا نکرده بودیم. مرسی اینکه این ویدیو رو نگاه کردید. اگه این ویدیو حمایت بشه و باز من لخ میشم. آره 500 تا ویو بگیره مهیار کانال تلگرام برداریم. آره مهیار داوطلب شد. ویدیو بعدی اگه 1000 تا لایک بگیریم با آتوس و فیلممون در میاد. داداش 1000 تا لایک کار ما نیست. خب حل دیگه خواستم. خداحافظ همه.